یه موقعی هست که نخ ما در حین کار میپوکه، مثلا این از اینجا بریده میشه. خب ما برای اینکه اینو به این گره بزنیم میخوایم گره ما توی بافتمون نیفته. خب ما قرار از اینجا ببافیم تا بیاد تا مثلا اینجا. خب پس گره ما میفته تو بافت. برای که تو بافت نیفته میایم نگاه میکنیم ببینیم این نخ پشتی از کجا اومده. این نخ از اینجا اومده. میایم نخو از اون پشته میبریم، از جایی که میدونیم که توی بافتمون نمیفته. خب یه نخ میبندیم بهش. این نخ باید از جنس همون نخچه‌ای که برای دار استفاده کردیم باشه.